مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیزر میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. روز گذشته یک مستندی از صدا و سیمای میلی ایران پخش شد و توی این مستند قصد داشتن که خیلی سوسکی و نمیدونم یواش و نرم و ملو به قول خودمون علی کریمی رو توی اون مستندشون که به اسم به بهانه آزادی هم بود منتشر شد، یعنی به شخمی ترین و تابلو ترین و عجیب ترین و عقده‌ای ترین روش ممکن سعی کرده بودن که علی کریمی رو تخریب بکنن، که البته منتشر شدن این مستند جنجال های زیادی رو توی فضای مجازی ایجاد کرد و کلی فاش خواهر و مادر و ناموس و سمت مخصوصا ناموس خارمادر کارگردان و گوینده و کلا کسانی که مدیریت میکردن این مستند رو هدایت شد و این نشون میده با اون فحشای ناموسی که سمتشون مستقیما تو قفسه سینه مادرشون هدایت میشه، مردم چقدر آگاه شدن و خوب رو از بد تشخیص میدن. مستندی که شما اول تا آخرشی که میدیدید پر از نفرت، پر از دروغ و پر از اتفاقات عجیب و غریب بود، که مثلا برای تخریب علی کریمی میگفتن که ایشون بدرفتاری کرده تو مسابقه فوتبال، کارت قرمز گرفته بوده، نمیدونم 1 سال محروم شده، 6 ماه محروم شده، با مدیرای باشگاه مشکل خورده، با مدیر عامل مشکل خورده و چه این و چرا. یعنی خودشون هم البته داخلش صحبت‌هایی رو منتشر کرده بودن که با رفرنس قرار دادن این صحبت‌ها شما به این نتیجه میرسید که خود اون مسئولین هم چقدر کثیفن. مثلا میمدن میگفتن که علی کریمی این بد اخلاقی و بی اخلاقی ها رو کرده بوده، حالا مستند براتون پخش میکنم در ادامه این ویدیو، و یه مقداری بد اخلاق بوده و ضد اخلاق بوده، اومده رفته توی خیریه ها شرکت کرده که از خودش یه چهره مثبت نشون بده. این حرفا تو ویدیو زدن ها. بعد به این افراد بگم که آخه اوشگولای پشمک پوفیوز، دیگه این بهتر نمیتونم بهتون بگم. پشمکا شما اصلا تو مملکتی که پر از ثروت و دریایی از ثروت و پول و اموال و نفت و گاز و زعفرون و پسته و آیت الله شکر و ایکس و زد که همه‌شو دارید چپاول و دزدی میکنید میذارید تو جیب مبارک، شماها اصلا نباید تو مملکت گداگشنه و بدبخت و فقیری داشته باشید که ایشون بخواد بشه خیر. شما یه پله بیا عقب‌تر اینو ببین. اینه که آدم رو عصبی میکنه، اینا که آدم دوست داره فحش خواهر و مادر و ناموس بهتون بده. بعد میگن که علی کریمی برای صاف کردن و سفید کردن چهرش رفته کار خیریه کرده. پس شماهایی که کار خیریه میکنید و سفید کردن و صاف کردن و تمیز کردن و خیر نشون دادنتون این کار رو میکنید، شما با این حرفتون دارید عملاً تو همین ویدیوشون هم گفتن دارید ریاکاری رو ترویج میدید. بعد مثلا یه جای دیگه هم میاد میگه که آره علی کریمی نمیدونم یه تیم فوتبال خرید بعد فروخت. اینا میگم که یه پیش زمینه ذهنی داشته باشید. بعد پشت کرد به هوادارا و فلان و اینها، تا دیروز که خودتون جرواجر میکردید که آره بخش خصوصی بیاد. خب علی کریمی با توجه به اون سرمایه و ثروتی که داشته رفته یه تیم فوتبال خریده، بالا سپیدرود رشت خرید، بعدش هم فروخت. بعد میگم آره خرید فروخت تیم سقوط کرد. نمیگن که لیگمون شخمیه مدیریتمون شخمیه، میگن چون این خرید فروخت تیم سقوط کرد. بعد شمایی که خودتون میگید ما یک حکومت اسلامی هستیم، ما آدمای عادلی هستیم، بگید بسم الله الرحمن الرحیم، از رحمان و رحیم بودن و بخشنده بودن خدا صحبت میکنید، از عدل خدا صحبت میکنید، شما خودتون یکی از بی خداترین و ناعادلترین افراد هستید. اسم ناعادلی هم اومد. جالبه که توی این مستند برای اولین بار صدای عادل فردوسی پور هم پخش کرده بودن و جالبه که تا دیروز عادل فردوسی پور ممنوع صدا و ممنوع تصویر بود. همین که می‌خواستن علی کریمی رو تخریب بکنن به قول خودشون، یهو صدا و تصویرش اومد جلو. بریم بحث ناعادلی. علی کریمی این همه افتخار براتون کسب کرد، بهترین بازیکن آسیا شده، که از بهترین بازیکنایی بود که تو اروپا شاغل بود، توی لیگ بوندسلیگای آلمان بازی می‌کرد. اونا رو تو اون چش کورتون ندیدید؟ اون همه موفقیت رو ندیدید؟
سودتون الان تو ندیدنه، سودتون تو نگفتن ایناست. پس شما آدم های عادلی نیستید. اگه این آدم بدترین و کثیف‌ترین و پسته‌ترین آدم روی زمین هم باشه کارهای مثبت کرده، چرا اونها رو نگفتید؟ چرا اونها رو نمیگید؟ این نشون میده که شما آدمای دروغگو کثیفی هستید و هر جایی به نفعتون باشه راست و دروغ جلوه میدید، دروغ رو راست جلوه میدید. ادعاتون هم میشه که عدالت رو دارید توی جامعه برقرار میکنید. بریم یه تیکه‌ای از این مستند رو ببینیم با هم دیگه و بیایم. البته یه سری جاش کات شده به خاطر اینکه حالا بحث قانون کپی رایت و این چیزای مختلفه، چون تو ایران شخمیه دیگه، قانون کپی رایت تو صدا سیماش وجود نداره. به خاطر همین ما تیکه تیکه بهتون نشون میدیم. ببینید یعنی 100 رحمت به چوپان دروغگو، یعنی اینا 3 سور به چوپان دروغگو زدن. ببینیم این ویدیو رو. شهرها به درگیری با پلیس منجر شده. انرژی مرگباری به تدریج در فضای روانی بخشی از جامعه جمع می‌شد و لحظه انفجار به زودی از راه رسید. رئیس جمهور و رئیس مجلس خواستار رسیدگی دقیق و سریع به موضوع فوت خانم مهسا امینی. رسانه‌های کشور بارها با سند و مدرک به سابقه بیماری مهسا امینی اشاره کردند. اظهارات پزشک جراح او نیز نشان می‌داد که در گذشته مهسا امینی کاملاً بر اثر بیماری گذشته او رخ داده است. با این حال اینجا روبروی بیمارستان کسری نقطه شروع یک اغتشاش بزرگ بود. آن روز عملیات استفاده از سلبریتی ها برای دمیدن در تنور اغتشاشات کلید خورده بود. سردسته این سلبریتی های حامی اغتشاشات کسی نبود جز علی کریمی. علاوه بر این که شماها ورزشتون خیلی خوبه، من مطمئنم و خیلی امیدوارم که با توکل بر خدا اون آقای کریمی هم بالاخره دوتا مانور میاد، موقعیت‌های خوب واسه شما درست میکنه. در اسناد دیپلماتیک آمریکایی ها که در سایت ویکیلیکس افشا شد، آمریکایی ها گزارش دادند که علی کریمی از رئیس جمهور ایران در بازدید از تمرینات تیم ملی دوری می‌کرده است. احتمالاً از همین زمان آمریکایی ها کریمی را شخصیت مناسبی برای سرمایه‌گذاری تشخیص دادند. اما خصوصیات نامتعادل شخصیتی کریمی به خصوص ستیزجویی و پرخاشگری در طعمه شدن او نقش داشت. نمونه رفتارهای نامتعادل کریمی به سال 1377 برمیگردد وقتی ایوان کوردس سرمربی آلمانی تیم امید او را به تیم ملی امید دعوت کرد. ولی علی کریمی در بهمن 1377 به داور ژاپنی حمله کرده. علی کریمی به خاطر همین حرکت ضد ورزشی 2 سال از هر گونه حضور در مسابقات محروم شد. شوتی زیر ساک پزشکان تیم ملی به نشانی پایان آرزوهای جهانی ما. در بازی سوم جام جهانی هم وقتی تیم ملی ایران در برابر آنگولا قرار گرفته بود، برانکو سرمربی تیم ملی فوتبال ایران می‌خواست او را در نیمه دوم به زمین بفرستد، اما کریمی از دستور سرمربی سرپیچی کرد. تو بازی آخرام دیگه مربی فکر کنم بازی آخر متوجه شد که ولی میگن نیومدید، از اشاره گری گفتی بازی نمی‌کنم. من نگفتم نمیام. من پام درد گفتم من پام درد میکنه. یکی برانکو گفتم بیا تو گفته نمیاد. برانکو خیلی حرف زدن. نمیدونن مسائلی که مردم نمیدونن. اردیبهشت سال 1387 علی دایی سرمربی تیم ملی بود. قبل از این مسابقات کریمی در طی مصاحبه بلندی به جای ایجاد اتحاد به فدراسیون فوتبال حمله کرد و مسئولان فوتبالی کشور را به بی‌کفایتی متهم کرد. به خاطر این رفتار غیر اخلاقی پیش از انجام بازی‌های ملی حکم اخراج کریمی از تیم ملی صادر شد. با فشار رسانه‌ها علی دایی سرمربی تیم ملی مجدداً کریمی را به تیم دعوت کرد، اما کریمی به خاطر خصومت شخصی با دایی حاضر به کمک به تیم ملی نشد و دعوت دایی را رد کرد. علی دایی بالاخره کسی که فقط دنبال منافع خودشه طبیعتاً اصلا براش دوست و رفیق اینجور چیزا ارزشی نداره. با کسی که تا موقعی که منافعش توش باشه باش دوست و رفیقه. اما در همین زمان بود که کریمی با دستبند سبز وارد زمین فوتبال شد و با ایجاد تفرقه و تزلزل در تیم ملی باعث حذف ایران از رقابت‌های مقدماتی جام جهانی شد و سپس به دروغ در طی مصاحبه‌ای علت بستن دستبند سبز را ادای یک نذر اعلام کرد.
بعد از این بود که کریمی هوادارانش در پرسپولیس را ترک کرد و با قرارداد مالی بهتر به تیم استیلازین رفت. با اینکه کریمی آشکارا به تیم پرسپولیس و هواداران میلیونیش پشت کرده بود، اما حتی به بازیکنان و هواداران تیم استیلازین هم خیانت کرد و در یک حرکت عجیب در اولین بازیش برای استیلازین زیر پیراهن تیمش پیراهن پرسپولیس را پوشید تا هواداران خود در پرسپولیس را فریب دهد. علی کریمی که دوباره به اون روزهای پرخاشگرانش برگشته. در پایان فصل کریمی از تیم استیلازین هم اخراج شد. بعد رفتاری‌های ادامه دار علی کریمی با مانوئل ژوزه سرمربی پرتغالی تیم پرسپولیس باعث اخراج او از پرسپولیس در سال 1391 شد. سال بعد 1392 کریمی از فوتبال خداحافظی کرد، اما به دلیل همان عدم تعادل شخصیتی که همیشه با او همراه بود دوباره به فوتبال برگشت و در حالی که قرار بود با پرسپولیس قرارداد ببندد ناگهان تیم خودش را رها کرد و در عوض راهی تراکتورسازی شد. یه نکته بگم اینجاش هست که مجری با یه هیجان خاصی میگه علی کریمی به ناگهان تیم خودش رو ترک کرد و به تراکتور سازی رفت چون دنبال پول بیشتر بود. نه عزیزان من، دستبند سبز پوشیده بود. اون موقع چون مخالف حکومت و سیستم بود اعتراض کرده بود. تیمای استقلال و پرسپولیس هم زیر نظر دولت و وزارت ورزش هستن، گفتن که علی کریمی حق نداره دیگه قرارداد ببنده با باشگاه پرسپولیس، بنابراین مجبورش کردن که از باشگاه پرسپولیس بره. درست همون اتفاقی که حال حاضر هم برای وریا غفوری اتفاق افتاد و وریا غفوری باشگاه استقلال تهران رو ترک کرد و رفت فولاد خوزستان. بابا اینا رو دیگه مردم میفهمن، این دروغا رو به خورد مردم ندید، ناموسن و شرافتن. علی کریمی رفت به تیم تراکتورسازی تبریز چون به تیم خودش پشت کرد، اما در کمال ناباوری باز هم در بازی دوم پیراهن خود را در آورد و تیم نکنید آقا، نکنید این کارو برادران من. اینجا دروغتون رو میشه. اون یه چوس اعتباری هم که نداریدم دیگه ندارید دیگه. البته چیکاری کریمی در سال 1393 در بیانیه‌ای به دوره فوتبالی خود به عنوان بازیکن پایان داد. او نوشت: با درود و سپاس به شهدا و جانبازان راه وطن و آزادی، این عزیزان را شایسته و لایق بالاترین ستایش ها می دانم. اما از اینکه نتوانستم با پیراهن تیم محبوبم پرسپولیس فوتبال را ترک کنم اصلا ناراحت نیستم. وقتی که دید جایی براش نیست. پس کریمی یه روز بیدار شد و کفششو به دیوار کوبید با یه خداحافظی تند و خشن به سبک خودش. کریمی از سال 1396 سرمربی نفت تهران شد، اما بعد از کمتر از 2 ماه با مالک باشگاه دعوا کرد و از تیم نفت تهران هم جدا شد. همان سال سرمربی باشگاه سپیدرود رشت شد، اما دوباره دعوا با مالک این باشگاه باعث جداییش از این تیم شد. به خاطر سرمایه‌ای که در این سالها جمع کرده بود، سال بعد 1397 توانست کل باشگاه سپیدرود رشت را یکجا خریداری کند و به هواداران این باشگاه درباره آینده این باشگاه امید بدهد. اما خیلی زود کریمی رفتاری را که در این سالها با همه تکرار کرده بود با هواداران این باشگاه هم تکرار کرد. در پایان هفته 19 سپیدرودی ها را رها کرد و باشگاهشان را به اداره کل ورزش و جوانان گیلان واگذار کرد تا این باشگاه به دسته یک فوتبال سقوط کند و هوادارانش را در ناامیدی و خشم رها کرده باشد. زرت و زرت آقا من میدونن جریمه میکنن، الانم منو جریمه میکنن، اشکال نداره، جرأت دارن منو جریمه کنن. من چجوری باید الان اینا رو بتونم آقا از نظر روحی روانی کار بکنم برای بازی تو شرایط مناسب آمادهشون بکنم برای بازی بعد؟ حالا من منتظرتون هستم، منتظر شما هستم، میدونم چیکار بکنید. میگم آقا از اینجا بردار. واسه چی باید گذاشتید اینجا وقتی بازی ما رو نشون نمیده، هیچ کدوم داوری رو نشون نمیده؟ برای جبران این چهره ضد اخلاقی کریمی به فعالیت‌های خیریه نیاز داشت. در سراسر دهه 1390 کریمی به طور مداوم در فعالیت‌های خیریه شرکت کرد و به تدریج نام خود را به عنوان یک سلبریتی خیر در جامعه شناساند. سال 1399 کریمی فرصت را آماده می‌دید و در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال شرکت کرد، اما از 87 رأی فقط 9 رأی آورد و نفر آخر شد. معنی این رأی این بود که حتی فوتبالیست هایی که حق رأی داشتند حاضر نبودند کریمی رئیس فدراسیون فوتبال بشوند.
همین موجب خشم کریمی از فوتبالی های فدراسیون شد و مدیران این مجموعه را به مهندسی در انتخابات متهم کرد. با تأخیر هفته مهندس، روز مهندس رو به دوستان، به مهندسین عزیز تبریک بگم. بعد از این شکست او به تدریج مقدمات خروج از کشور را آماده کرد و آماده لحظه مناسب برای ضربه زدن به ایران میشد. روز 25 شهریور پس از مرگ مهسا امینی کریمی نوشت: فرزندان آنها می روند، فرزندان ما می میرند. روز 26 شهریور، یک روز بعد از فوت مهسا امینی، هنگام مراسم تدفین در زادگاهش سقیز، روی قبر مهسا امینی یک جمله مرموز به زبان کردی خودنمایی می کرد: تو نمی میری، نامت یک رمز می شود. بله، این تیکه آخرش هم باحال بود. میگفت رفته بود تو فدراسیون فوتبال، بعد از 87 تا رای 9 تا رای آورده. عزیز من، فدراسیون فوتبالتون که سرشار از لجن و کثافت و فساده. خب معلومه یه آدم صاف و ساده و تر و تمیز تو دنیای فوتبال نمیارن داخل، چون اگر بیارن تو دنیای فوتبال علی کریمی و امثال کریمی رو، میاد سر تا پاتون رو با ان یکی میکنه. دیگه نمیتونید دزدی بکنید، دیگه نمیتونید پولای میلیونی بکشید بالا و قراردادای ویلموتسکونه ببندید و برید کیروش رو بیارید و نمیدونم اونجوری فضاحت و گند بزنید توی فوتبال. و والا قطر رو دیدیم، انقدر ایران انقدر ایران خودش رو میکنه گندگوز منطقه، یه دونه جام جهانی نمیتونه میزبانی بکنه. برای همینه دیگه فساد گرفته تو فوتبالمون دیگه. میان میگن که آره چون آدم درستی نبود 9 تا رأی آورد. بعد چتونه میگه اون شیشکی معروفای بکشن برای مستندشون ها. واقعا لیاقتشون هم تو همین موردا هست. نکات دیگه هم توی مستند بود، یعنی آدم میبینه این مستندا دوست داره فقط فوش بده بهشون. ولی خب خوشحالم که مردم هم آگاه شدن و خود علی کریمی هم نسبت به این قضیه واکنششون داد که آقا دمتون گرم این مستند ساختید، مستند رو ولش کن، از دلار 43-4 تومانی چه خبر؟ یعنی مملکت رو هواست، قیمت یورو دلار رو هواست، قیمت طلا رو هواست، مسکن یه انفجار قیمت داره، منتظر باشید به زودی اتفاق میفته. قیمت ماشین رو هواست، پول بنز میدی آشغال تحویل میگیری تو ایران، همه چی رو هواست. اینا به فکرشون افتاده که علی کریمی یه بازیکنی بوده که در مسابقه فوتبال نمیدونم شطور سال پیش کارت قرمز گرفته از زمین خارج شده. یعنی حرکت در همه جای جهان قفله. نکنید این کار. البته شما که اعتباری ندارید در این جای دنیا، ولی خواستم میگم که آقا نکنید. در صورت مرسی که تا این لحظه ما بوده. اگه دوست داشتید برامون کامنت بذارید و نظرتون هم بگید. ممنون از شما.